نامه 31 وصیتی است از آن حضرت سلام الله علیه به فرزندش حسن بن علی سلام الله علیه هنگام مراجعت از صفین در حاضرین مرقوم فرمود. وصیتی است از پدری رو به فنا معترف به قرار گرفتنش در جویبار زمان، پدری عمر پشت سر گذاشته تن بر تحولات دنیا داده، در منزلگه های مردگان آرمیده که فردا از آنجا کوچ خواهد کرد، به فرزندی که چیزی را آرزو می کند که آن را نخواهد یافت. وصیت کننده انسانی است رهرو راه از بین رفتگان، نشانگاه بیماری ها و گروگان روزگاران، هدف ناگواری ها و بنده دنیا و سوداگر فریبنده ها، وامدار زوال فنا، گردند اسارت مرگ و همپیمان اندوه ها و همدم غصه ها و نشانهای آفات و زمین خوردی شهوات و جانشین مردگان. پس از حمد و ثنای خداوندی قطعی است در آنچه که از پشت کردن دنیا بر من و سرکشی روزگار از من و روی آوردن آخرت به سوی من به دست آوردم، مرا از توجه به وضع غیر خویشتن و اهمیت دادن به سوای خودم مانع می شود. به آن جهت که اهتمام به حال خویشتن در برابر احوال دیگران مرا به خود اختصاص داد، نظرم را برگرداند و از هوای نفسم منصرف ساخت و واقعیت خالص وجودم را بر من روشن نمود. در نتیجه مرا به جدیتی کشاند که بازی در آن راهی ندارد و به صدقی فرا خواند که دروغ با آن در نیامیزد. من تو را پاره‌ای از خود بلکه همه موجودیت خود یافتم، تا آنجا که اگر چیزی به تو اصابت کند گویی به من اصابت نموده، و اگر مرگ سراغ تو را گیرد گویی به سراغ من آمده، و درباره امور زندگی تو همان اهتمام برای من لازم است که به امور حیات نفس خویشتن دارم. پس این نامه را برای تأیید زندگی سعادتمندانه تو نوشتم، چه بمانم و چه رحلت نمایم. فرزندم، من تو را به تقوای الهی توصیه می کنم و الزام به امر او و آباد ساختن قلبت با ذکر او و چنگ زدن به طناب او. و کدامین رشته اطمینان بخشتر است از رشته میان تو و خدا اگر آن را بگیری. قلبت را با موعظه زنده بدار و نفست را با اعراض از مزخرفات دنیا مهار کن و با یقین تقویت نما و با حکمت منور ساز و با ذکر مرگ خارش کن و به اقرار به زوال و فنا وادارش کن و آن را به ناگواری های دنیا بینا ساز و از هجوم سخت روزگاران و زشتی دگرگونی شب و روزها بترسان. اخبار گذشتگان را بر قلب خود عرضه کن و آنچه را به گذشتگان پیش از تو اصابت کرده یادآور باش و در سرزمین ها و خانه ها و آثار آنان سیر و سیاحت کن. پس بنگر چه کردند و از کجا منتقل شدند و در کجا فرود آمده و جا گرفتند. اگر در روزگار و زندگی آنان دقت کنی خواهی دید آنان از مجمع دوستان رخت بربسته و در دیار غربت جاگیر شدند. گویی تو هم به همین زودی یکی از آنان خواهی بود و در گروهشان قرار خواهی گرفت. پس جایگاه ابدی خود را اصلاح کن و آخرتت را به دنیایت مفروش. فرزندم، سخن را درباره آنچه که نمی‌دانی و خطاب را در مورد آنچه که وظیفه نداری ترک کن و از آن راهی که از گم شدن در آن می‌ترسی اجتناب کن، زیرا خویشتن داری در زمان حیرت و گمراهی بهتر از سوار شدن بر مرکب حوادث هولناک است. به نیکی امر کن و اهل نیکی باش و با دستت و زبانت منکر بدیها باش و از هر کس مرتکب زشتی شود با تمامی توانت کناره بگیر و در راه خدا آنچنان که شایسته است جهاد کن و در راه خدا ملامت هیچ ملامتگری مانع کار تو نباشد و در سؤال از پروردگارت اخلاص بورز، زیرا عطا و محروم ساختن به دست اوست. از خداوند فراوان طلب خیر کن و وصیت مرا کاملا بفهم و از آن روی گردان مباش، زیرا بهترین سخن آن است که سودی بدهد. علمی که در آن خیری نیست سودی ندارد و از علمی که شایسته تعلم نیست نفعی نتوان برد. فرزندم، از آن هنگام که دیدم سالیان عمر بالا می رود و ضعف و ناتوانی وجودم را فرا می گیرد، برای وصیت به تو پیش دستی کرده و خصلت‌هایی از آنچه را که می بایست برای تو بگویم در این وصیت وارد نمودم. پیش از آن که اجل بر سرم تاختن آورد
پیش از آنکه آنچه در درون دارم ناگفته بماند اقدام به این توصیه نمودم. پیش از اینکه قوه رأی و نظرم رو به کاهش برود، همان گونه که قوای جسمانی کاسته شد، و پیش از آنکه بعضی از عوامل پیروزمند هوا به تسخیر دل و عقلت پیش از من سبقت جوید و خشونت و سختی تو را فراگیرد. و جز این نیست که قلب انسان جوان مانند زمین خالی از کشت است که هرچه در آن پاشیده یا کاشته شود آن را میپذیرد. بنابراین پیش از آنکه دلت قساوت بگیرد و عقلت مشغول شود، به تعذیب تو پیش دستی کردم تا با اندیشه و نظر جدی حقایقی را که اهل تجربه جستجو و آزمایش کردند فرا بگیری و از آنها غنی شوی. در نتیجه از زحمت طلب و تلاش برای تحصیل نتیجه تجربه بی‌نیاز باشی و به تو همان رسد که ما به آن رسیدیم و برای تو آشکار شود آنچه گاهی برای ما تاریک بود. فرزندم، من اگر که به اندازه همه گذشتگان عمر نکردم، با این حال در کارهای آنان نگریستم و در اخبار آنان اندیشیدم و در آثارشان سیر نمودم، به طوری که مانند یکی از آنان شدم. بلکه از آن نظر که اطلاع از عموم سرگذشتشان پیدا کردم، گویی با همه آن مردم از اولین تا آخرین افراد آنان زندگی کردم و صاف آنان را از پیرش و نفع آن را از ضررش شناختم و برای تو از هر امری صاف خالصش را و از هر چیزی زیبایش را برگزیدم و مشغولش را از تو برگرداندم. و دیدم اهتمام و علاقه شدید من به امور حیات تو همانند اهتمام پدری مهربان به فرزندش می باشد. بنابراین تصمیم به تعذیب تو گرفتم که ادب را در حالی از من بپذیری که در بهار زندگی هستی و رو به سپری کردن عمر و آینده روزگار می‌روی و دارای نیتی سالم و نفسی صاف و پاک هستی. و در این تعذیب برای تو نخست از تعلیم کتاب خداوند عزوجل و تعبیر آن شروع کنم. همچنین در آغاز تعلیم قوانین اسلام و احکام و حلال و حرام آن را برای تو تبیین نمایم و برای تو به غیر این تعلیمات نپردازم. سپس بیمناک شدم مبادا اختلافات ناشی از هواها و آرای بی اساس که مردم را به اشتباه انداخته برای تو نیز مشتبه شود و با اینکه خواهان طرح و تصریح و آگاه ساختن تو به آن اختلافات نبودم، با این حال احساس کردم آگاه ساختن تو به این امر بهتر است از اینکه تو را در اموری رها بسازم که از هلاکت تو در آنها بیمناکم و امیدوارم خداوند تو را برای وصول به رشد و کمالت توفیق دهد و تو را به راه معتدل و راست هدایت فرماید. اینک این توصیه ها را برای تو مطرح می نمایم و از تو می خواهم به آنها عمل کنی. و بدان ای پسرم، پسندیده ترین چیزی که از وصیت من می توانی بگیری تقوای الهی و بسنده کردن به آنچه خدا برای تو مقرر فرموده و پذیرش آن عقاید و اعمالی است که نیاکان گذشته و صلحای خاندان تو آنها را پذیرفته بودند. آنان هرگز از نگریستن به خویشتن باز نماندند، همان گونه که تو بر خویشتن می‌نگری و درباره خود اندیشیدند همان گونه که تو می‌اندیشی. و این نگرش و اندیشه آنان را در نهایت کار وادار کرد به آنچه که شناختند عمل کنند و از آنچه مکلف به آن نبودند خودداری ورزند. و اگر نفس تو از پذیرش این مطلب امتناع ورزید بدون اینکه خودت آن را بدانی چنانکه پدرانت دانسته بودند، پس جستجویت درباره دانستن آن به وسیله فهم و تعلم باشد، نه با قوت خوردن در اشتباهات و تشدید خصومتها. و پیش از آن که در آن امور نظری بیندازی به یاری جستن از خدا ابتدا کن و میل به او برای یافتن توفیق از او و ترک هر گونه آلودگی که تو را در شبهه داخل کند یا تو را به گمراهی تسلیم نماید. در آن هنگام که یقین کردی دلت صاف شد و به مقام خشوع رسید و نظرت متمرکز و تکمیل شد و اهتمام تو در یک مقصود والا هماهنگ متحد گشت، پس بنگر در آنچه برای تو تفسیر کردم. و اگر آنچه از خویشتن می‌خواستی و فراغت نظر و اندیشه است برای تو آماده نشد، در این زمان بدان که در تاریکی راه گرفتار شده و در ظلمتها غوطه برگشته و هر کس در جستجوی دین باشد به گمراهی و تاریکی مبتلا نمی شود. در چنین زمانی امساک و توقف بهتر از هر چیزی است. پسرم، وصیتم را خوب دریاب و بدان مالک مرگ همان مالک زندگی است و آفریننده همان میراننده است و فانی کننده همان برگرداننده است و آن کسی که مبتلا می کند
عافیت میبخشد. و قطعی است که دنیا برقرار نمیشد مگر بر همان سنت جاریه که خدا آن را وضع فرموده در مجرای نعمتها، ابتلا، پاداش در معاد یا هر آنچه که آن را خواسته و تو آن را نمیدانی. اگر فهم چیزی از این امور برای تو مشکل شد آن را بر نادانیت حمل کن، زیرا تو در خلقت نخستین جاهل بودی سپس تعلم یافتی و چه زیاد است آنچه نمیدانی و رأی تو در آن متحیر میماند و بینایت در آن گم میشود. سپس آن را بعد از آن میبینی. پس به عنایت خداوندی چنگ بزن که تو را آفریده و روزی داده و خلقت تو را تنظیم فرموده است. پس عبادتت برای او باشد و میل و رغبتت به سوی او و بیم و هراست از او. و بدان ای پسرم هیچ کس از خداوند سبحان آن اطلاع را نداده که رسول خدا صلوات الله علیه داده است. پس به راهنمایی او خوشنود باش و راهبری او را به رستگاری بپذیر. من از هیچ اندرزی برای تو مضایقه نکردم، فقط ایست که تو برای درک و شناخت خویشتن اگر چه کوشش کنی به پای نظر و آشنایی من درباره تو نخواهی رسید. و بدان ای پسرم اگر برای پروردگار تو شریکی وجود داشت رسولان او برای تو مبعوث می شدند و آثار ملک و سلطه او را می دیدی و کارها و صفات او را می دیدی، بلکه پروردگار تو خداوندی است یگانه، همان گونه که خود را توصیف فرموده است. هیچ کس نمی تواند در ملک او تضادی با او بورزد و هرگز زوال راهی به او ندارد و وجود اقدس او ازل بوده است. اولین موجود است بدون اولیت و پایان همه آنهاست بدون نهایت. ربوبیت او با عظمت تر از آن است که به احاطه قلب و بینایی درآید. وقتی این حقیقت را شناختی چنان عمل کن که انسانی مانند تو در کوچکی شأن و کمی توانایی و فراوانی عجز و بزرگی احتیاجش به پروردگارش در طلب اطاعت او و ترس از عذاب و هراس از غضبش عمل می نماید. زیرا خداوند تو را دستور نداده مگر به نیکی و تو را نهی نفرموده مگر از زشتی. پسرم من از دنیا و حال و زوال و تحول آن به تو خبر دادم، همچنان که از آخرت و آنچه برای اهل آخرت در آن سرا آماده شده اطلاع دادم و برای تو مثلها زدم تا از آنها عبرت بگیری و از آنها پیروی نمایی. جز این نیست مثل کسانی که دنیا را شناختند مانند مثل مسافرانی است که منزل بی آذوقه آنان را به زحمت انداخت و آنان منزلی دارای وسایل معیشت و وسیع را مقصد خود قرار داده و سختی‌های راه آن منزل و دوری از دوست و خشونت سفر و ناگواری خوراک را برای رسیدن به خانه وسیع و قرارگاه تحمل نمودند. آنان از این همه مشقت و زحمت دردی احساس نمی کنند و در خرجی که در این مسیر می نمایند هیچ ضرری نمی بینند و چیزی برای آنان محبوب تر از چیزی نیست که آنان را به منزل و محلهشان نزدیک کند. و مثل کسی که فریب این دنیا را بخورد مانند مثل قومی است که در جایگاهی دارای وسایل رفاه و آسایش زندگی می کردند، سپس مجبور شدند به جایگاهی بی خیر و فاقد رفاه و آسایش کوچ کنند. قطعی است برای چنین مردمی چیزی ناگوارتر و مصیبت بارتر از جدایی از آن منزل پر آسایش و حرکت به سوی جایگاه فاقد رفاه و آسایش نمی باشد. پسرم نفس خود را بین خویشتن و مردم میزان قرار بده. پس دوست بدار بر دیگری آنچه را که برای خود دوست داری و آنچه برای تو ناملایم و ناگوار است بر دیگران نیز کراهت بار تلقی کن. ظلم مکن چنان که نمیخواهی ظلمی به تو برسد و نیکویی کن همان گونه که دوست داری به تو نیکویی شود و زشت بشمار از خویشتن آنچه را که از دیگران زشت میشماری. آنچه را نمیدانی مگو اگرچه آنچه که میدانی اندک باشد و درباره کسی دیگر مگو آنچه را که نمیخواهی درباره تو گفته شود. و بدان خودپسندی ضد درستی و آفت عقل هاست. در تکاپو برای تحصیل سعادت خویشتن کوشا باش و خزانه‌دار دیگران مباش و هنگامی که به مقصد خود رسیدی از دیگر اوقات به پروردگارت خاشع‌تر باش. و بدان پیش روی تو راهی است بسطور و دارای مشقت شدید و تا از جستجوی شایسته در چگونگی این راه و اندازه توشه کافی
و پشتی سبکبار بی‌نیاز نیستی. پس بار بیش از طاقت بر پشت خود حمل مکن که سنگینی آن وبال گردنت باشد. و اگر از مستمندان کسی را پیدا کردی که از طرف تو توشه‌ای به قیامت ببرد و در آن روز هنگام احتیاج آن را به تو برساند، وجودش را غنیمت بشمار و بار را به او بسپار و هرچه بتوانی در فراوان کردن زاد و توشه او بکوش. شاید روزی جستجویش کنی و او را نیابی. و هر کس از تو وامی بخواهد و تو توانایی آن را داشته باشی، وجود او را غنیمت بشمار و نیازش را برطرف کن تا در روز دشواری آن را به تو ادا کند. و بدان پیش رویت گردنی است رنجزا. در عبور از این گردنه حال مردم سبکبار بهتر است از سنگین باران، و حال کسی که در آن گردنه آهسته و کند حرکت نماید زشت‌تر از حال کسی است که با سرعت از آن عبور می کند. و حتمی است که آن جایگاه بسیار دشوار محل فرود آمدن توست، یا بر بهشت یا بر آتش. پس پیش از رسیدن به آن جایگاه هولناک آن را برای خود آماده کن و منزل را پیش از آن که در آن وارد شوی هموار ساز. زیرا برای آدمی پس از مرگ نه جای پوزشی است و نه امکان بازگشت به این دنیا. و بدان آن خداوندی که گنجینه‌های آسمان‌ها و زمین به دست اوست به تو اجازه دعا داد و اجابت آن را به عهده گرفته و به تو دستور داده است از او مسئلت کنی و او عطا فرماید و تو از او رحم بخواهی او به تو رحم فرماید. آن خداوند مهربان بین تو و خویشتن کسی که تو را از او بپوشاند قرار نداده و تو را به سوی کسی وادار نکرده که درباره تو به او شفاعت کند و تو را در صورتی که بدی کرده باشی از تو به منع نکرده است و برای وارد ساختن عذاب بر تو عجله‌ای ندارد و اگر به سوی او برگشتی تو را سرزنش نمی کند و تو را در آن هنگام که شایسته رسوا شدن هستی رسوا نمی کند و برای قبولی توبه از تو سختگیری نکرده و به وسیله کیفر با تو مناقشه ننموده و از رحمت خویش ناامیدت نفرموده است. سپس خداوند متعال کلیدهای گنجینه‌های نعمت‌هایش را با اجازه و رخصت در مسئلت از او در اختیار تو قرار داده است. پس هر وقت بخواهی درهای نعمت او را به وسیله دعا به روی خود باز کنی و انبوه رحمتش را به سوی خود سرازیر نمایی. تأخیر اجابت دعایی که به بارگاه خداوند نموده‌ای ناامیدت نسازد، زیرا عطای الهی به اندازه نیت است. و گاهی اجابت دعا برای بزرگتر نمودن پاداش دعا کننده و فراوان بودن عطای آرزو کننده به تأخیر می‌افتد. بسا باشد که چیزی را از خدا مسئلت نمایی ولی آن خواسته به تو داده نمی شود، ولی در مقابل بهتر از آن خواسته یا در این دنیا و یا در آخرت نصیبت می شود، یا آن خواسته به جهت آنچه برای تو بهتر است از تو برمی گردد. پس چه بسا آنچه مسئلت نموده‌ای اگر به تو داده شود دینت از بین می رود. پس تو خیری را از خدا مسئلت کن که زیباییش برای تو بماند و وبالش از تو دور شود. پس مال چیزی است که نه آن برای تو میماند و نه تو برای آن. و بدان ای پسرم جز این نیست که تو برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا، و برای فنا به عالم هستی گام گذاشته ای نه برای ابدیت، و برای مرگ نه برای زندگی. و قطعی است تو در این دنیا در جایگاهی قرار گرفته ای که باید از آن کوچ کنی و به اندازه کفایت از آن برخوردار شوی. تو در مسیر آخرتی و تو از مرگ گریزانی با این که نجاتی نیست برای کسی که از مرگ بگریزد و هر کس مرگ در پی اوست از او فوت نخواهد شد و ناچار گریبان او را خواهد گرفت. همواره برحذر باش از این که مرگ تو را در حال زشتی دریابد که تو با خویشتن درباره بازگشت از آن زشتی گفتگو می‌کردی. آری برحذر باش از این که مرگ بین تو و بازگشت از گناه مانع شود که در نتیجه خود را به هلاکت بیفکنی. به یاد مرگ پسرم، فراوان به یاد مرگ باش و به یاد آنچه به آن روی خواهی آورد و کارت پس از مرگ به آنجا منتهی خواهد شد تا در آن هنگام که مرگ به سراغت آید تو احتیاط کرده و برای استقبال از آن آماده باشی و برای رویارویی نیکو با آن کمر همت به میان بسته باشی. آگاه باش تا مرگ ناگهان بر سرت تاختن نیاورد که تو را مبهوت سازد.
و بپرهیز از اینکه فریب گروهی از اهل دنیا را بخوری، جمعی که چنان دلبستگی به آن پیدا کردند که گویی در آن جاودانه خواهند زیست. خداوند سبحان درباره این دنیا به تو خبر داده و خود همین دنیا خود را برای تو توصیف نموده و پرده از زشتی‌های خود برای تو برداشته است. پس جز این نیست که مردم این دنیا همانند سگ‌های او کننده و درندگان خون آشامند که بعضی از آنان و بعضی دیگر او کنند و عزیزش ذلیلش را می‌خورد و بزرگش و کوچکش غلبه کند. برخی از آنان شترانی هستند بسته و برخی دیگر مهار گسیخته و رها شده که عقول خود را گم کرده و سوار بر مجهولات و سرگردان هستند. دسته‌هایی آفت زده در بیابانی شنزارند که حرکت در آن دشوار است، نه شبانی دارند تا آنان را مدیریت کند و نه گردبانی که آنان را بچراند. دنیا آنان را در راه تاریک و کور کننده به حرکت درآورد و چشمانشان را از کانون نور هدایت برگرفت. پس در حیرت کده گم گشتند و در نعمت آن غرق شدند و دنیا را برای خدا اتخاذ کردند. پس دنیا آنان را به بازی گرفت و آنان هم آن را به بازی گرفتند و پشت سر و فوق آن را فراموش کردند. مدارا در طلب. زود باشد که تاریکی برداشته شود، گویی کوچ کنندگان رسیدند. آن کس که با سرعت رود به کاروان ملحق گردد. و بدان ای پسر من، کسی که مرکبش شب و روز است قطعا او را میبرند اگرچه ایستاده باشد و مسافت را طی میکند اگرچه توقف کرده و در راحتی باشد. و بدان به یقین تو نه به آرزویت میرسی و نه از عجلت فراخر میروی و قطعا تو در مسیر کسی قرار گرفته‌ای که پیش از تو بوده است. در طلب دنیا با آرامش رفتار کن و کسب و تجارت را به نیکویی برگزار، زیرا بسا طلب و جستجو که به از بین رفتن مال منجر شده است. پس نه هر جوینده‌ای به آن روزی که می‌خواهد میرسد و نه هر کسی که در طلب راه اختصار را پیش گرفته محروم میماند. کرامت نفس خود را از هر گونه پستی‌ها بالاتر بدار اگرچه تو را به آنچه میل داری برساند، زیرا تو در برابر آنچه از شرف نفس خود از دست می‌دهی عوض نخواهی گرفت. و هرگز بنده دیگری مباش در حالی که خدا تو را آزاد آفریده است. و چیست نیکویی یک خیر در صورتی که بدون شر به دست نخواهد آمد و چیست ارزش آن آسانی که بدون دشواری قابل وصول نیست. و بپرهیز از آنکه مرکب‌های طمع تو را برانند و به سرچشمه‌های هلاکت برسانند. و تا بتوانی بین خود و خدا یک ثروتمند را واسطه قرار مده، زیرا تو به قسمت و سهم خود نائل خواهی شد و اندکی از جانب خداوند سبحان با عظمت‌تر و با ارزش‌تر از خواستنی‌های فراوان است، اگرچه همه آنها از خداست. وصیت‌های متنبه. و تدارک خطایی که از سکوت تو به وجود آمده آسان‌تر است از جبران آنچه که از سخنت فوت شده است و حفظ آنچه در ظرف است با بستن بندهایش و نگهداری آنچه در دست داری بهتر از طلب کردن چیزی است که در دست دیگری می باشد. و تلخی ناامیدی بهتر از مسئلت از مردم است و کار و پیشه با پاکدامنی بهتر از بی‌نیازی با انحرافات است. و انسان نسبت به سر خود نگهدارتر است و بسا کسانی که درباره عوامل ضرر می‌کوشند. کسی که فراوان سخن بگوید به سرسام‌گویی افتد و کسی که بیندیشد بینا شود. خود را به اهل خیر نزدیک کن تا از جمله آنان باشی و از اهل شر دوری گزین تا از آنان جدا شوی. بد طعامی است غذایی که از حرام تهیه شود و ستم بر ناتوان بدترین ظلم است. اگر مدارا خشونت تلقی شود خشونت جای مدارا را میگیرد. بسا اوقات که دوا درد شود و درد دوا گردد. چه بسا نصیحت کند کسی که ناصح نیست و خیانت کند کسی که خیرخواه تلقی شده است. بپرهیز از تکیه کردن به آرزوها، زیرا آرزو متاع و کالای مردم احمق است. عقل حفظ تجربه هاست و بهترین تجربه ها چیزی است که پندی به تو دهد. بر فرصتها پیش رستی کن پیش از آن که فوت آن موجب اندوه شود. چنان نیست
که هر طالبی به مقصد برسد و هر قایلی باز گردد. و ضایع کردن زاد و توشه و تباه ساختن معاد از تباهی است. برای هر امری غایتی است. آنچه برای تو مقدر است به زودی به تو خواهد رسید. بازرگان در معرض خطر است و بسا شیء ناچیز که افزاینده تر از اشیاء فراوان است. نه در یار و یاور پست خیلی است، نه در دوست بدگمان. با روزگار آسان گیر مادامی که با تو بسازد و رام باشد، و خود را به امید چیزی بیشتر به خطر مگنداز و بپرهیز از آنکه مرکب ستیزگری و لجبازی تو بنای چموشی گذارد. در آن هنگام که برادرت به فکر قطع ارتباط با تو افتاد، نفس خود را به پیوند با او وادار کن. همچنین اگر بخواهد از تو روی گردان شود، تو نفس خود را به لطف و نزدیکی و محبت با او وادار، و در آن زمان که برای تو بخل بورزد تو به او بذل و بخشش نما، و اگر از تو دوری گزیند تو خود را به او نزدیک کن، و هنگامی که با تو شدت بورزد خود را به نرمش با او وادار، و اگر گناهی مرتکب شد عذرش را بپذیر تا آنجا که گویی بنده او هستی و او صاحب نعمت توست. و بپرهیز از آنکه این مقابله با اضداد را در غیر موردش به کار ببندی، یا با کسی انجام بدهی که شایستگی آن زیبایی ها و عظمت ها را ندارد. هرگز دشمن دوستت را برای خودت دوست اتخاذ مکن که به خصومت با دوستت منجر شود، و خیرخواهی و خیراندیشی را درباره برادرت خالص نما، چه خوشایند باشد و چه ناخوشایند. همواره غضب را به تدریج بیاشام، زیرا من جرعه‌ای که شیرین عاقبت‌تر و دارای پایانی لذیذتر از آن ندیدم. نرم خویی کن با کسی که با تو خشونت کند، زیرا چنین کسی برای تو در معرض نرم شدن است. درباره دشمن با فضل و فضیلت رفتار کن، زیرا این رفتار یکی از دو پیروزی است. و اگر خواستی دوستی با برادرت را قطع کنی، مقداری از آن دوستی را برای خود باقی نگهدار، زیرا ممکن است روزی آن شخص همان محبت باقی مانده را مورد استناد قرار بدهد. و هرکس نسبت به تو خوشگمان باشد گمانش را تصدیق کن، و هرگز حق برادرت را به جهت دوستی که بین تو و اوست تباه مساز، زیرا برادر تو نیست کسی که حق او را ضایع کنی. و چنان مباش که خاندانت از ناحیه تو بدبخت‌ترین مردم باشند، و به آن کس تمایل نداشته باش که از تو اعراض کرده است. و هرگز برادر تو برای قطع پیوند دوستی از علاقه تو به پیوند با او قوی‌تر نباشد، و هیچگاه برای بدی کردن نیرومندتر از نیکویی نمودن مباش. و ظلم هر کسی که به تو ستمی بورزد در نظرت بزرگ جلوه نکند، زیرا چنین شخصی در ضرر برخیشتن و سود رساندن به تو خواهد کوشید، و پاداش کسی که تو را شاد کند این نیست که با او زشتی نمایی. و بدان ای پسر من، روزی بر دو قسم است. یکی آن روزی است که تو آن را طلب کنی، دوم آن روزی است که تو را می طلبد، و اگر هم تو به دنبال آن نروی آن روزی به سوی تو خواهد آمد. که زشت است خضوع و خود را پست نمودن در زمان احتیاج و ظلم و جفاکاری در هنگام بی‌نیازی. جز این نیست که آنچه از دنیا برای تو سودی خواهد داشت آن است که جایگاه ابدی خود را با آن اصلاح نمایی، و اگر می‌خواهی بر آنچه از دستت رفته ناله و زاری کنی، پس بر همه آنچه به تو نرسیده است زاری نما. استدلال کن به وسیله آنچه واقع شده بر آنچه واقع نشده است، زیرا امور جهان شبیه یکدیگرند، و هرگز از آن مردم مباش که پند به او سودی نمی‌دهد مگر اینکه او را شدیداً به درد بیاورد، زیرا خردمند با تعلیم و تربیت‌های سازنده پند می‌گیرد، در صورتی که حیوانات با زدن پند می‌گیرند.